اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظیم. خدا میگه که الله سبحانه و تعالی شما را یک زمانی میگه چیکار کرد؟ انشاءالله ضعیف، یعنی از یک قطره آبی حرام شما را چیکار کرد؟ در رحم انشاءالله خدا خود مادر رو پیدا کرد. و 9 ماه شما در شکم مادر بودیم و بعد از 9 ماه انشاءالله خدا خود به دنیا اومدیم، ضعیف بودیم، ناتوان بودیم. الحمدلله مادر و پدر بیچاره چیکار کردن؟ ما و شما را انشاءالله خدا خود در کنارش که یک خدا خود کنار مادرها را علماها بهیش میگن انشاءالله خدا خواهد، یعنی در کنار مادر ما شما چیکار کردیم؟ بوای رسیدیم. الحمدلله ما شما را خدا خواهد 2 سال و 2.5 سال شیر داد مادر بیچاره انشاءالله، چی بیدار خوابی ها چی عذاب ها انشاءالله خدا خواهد، تا که کلان شدیم تا سین 7 سالگی انشاءالله در عذاب بودیم. عزیزان من ضعیف بودیم، ناتوان بودیم، ای دست ما هیچی نمی اومد، نه خوردن می اومد، نه گپ زدن می اومد، نه راه رفتن می اومد، نه انشاءالله خدا خود طوری می تا همون خدا خود را رها کردن و تا ما و شما را حتی زبان مادر بیچاره می آموزند. هر روز میگن مادر گو، اپا گو، اتا گو، اکا گو، بگو لا اله الا الله گو، محمد رسول الله گو، بنده کی میشه؟ بنده خدا گو، امتی کی میشه؟ امتی محمد مصطفی. این بگو امروز بچه تا چون نمیگویی؟ امروز تو خدا خواهد موزیکش میمونی با قیطه. همین کودکان هم در بعضی خونه میگه همین هوش دارم تلفونه، همه تلاش دارم تلفونه با گفته علاف دزده. بینه چون که عشقی ما شما به هوای را کلون کرده سودیم. گوارش هم همون موزیکای در خدا خواهد انشاءالله کودخونه هم موزیکای و این موزیکان میشه خدا خواهد انشاءالله آینده مایکل جکسون میشه خدا خواهد. و جای خدا خواهد لا اله الا الله گو و جای خدا را شناختن، پیغمبر شناختن و جای و انشاءالله قرآنشمون خدا خواهد سخن عالمان را پند و نصیحت چه بمون تا که طفل خورسال میگه یگانه زبان شد به نامی چی علاق شای خدا خواهد انشاءالله. چقدر زحمت میکشه پدر و مادر، یا نمی چقدر زحمت های سخت میکشد. این خدا خواهد من هر یک تت فرزن کلام داریم روز میدانی خدا خواهد انشاءالله. هر یک تت خدا خواهد انشاءالله فرزنش نیویره داری خدا خواهد از قدر ایشان نیویرات انشاءالله میدونی. ضعیف بودیم ثم جعل من بعد ضعف قوتا، بعد از الله سبحانه و تعالی ما شما را قوت داد، کلان شدیم، صاحب انشاءالله شدیم، قوت شدیم، صاحب کسب و هنر شدیم. این همش به یاردن الله سبحانه و تعالی. این خدا گفته سوره روم آیت 54. بعد از میگم ما شما را چی کردیم؟ جوانی دادیم. من انسان 6 گروه حیات میبرد. یعنی طفلی است که زمان شیرخوارگی، کودکی است تا اینکه بلاغت رسیدن، و دیگه خدا خواهد جوانی است. الحمدلله جوان میشه خدا خواهد انشاءالله، جوانی پر قوت. خداوند حسن جمالت میته، قوتت میته خدا خواهد انشاءالله که با این قوت هر کار اجرا میکنی، با این قوت هر چیزا رو میبینی خدا خواهد. تا 40 سالگی انسان جوانی نه حیات میبره خدا خواهد انشاءالله. من جوانی هم این انسان خدا خواهد تا 40 سالگی دوام میکند. میگه خدا ما شما را قوت دادیم و بعد میگه قوت این ضعفا، بعد از این ما شما پیر کردیم. من بعدی خدا خواهد انشاءالله با چی میشین؟ با ضعیف میشین، پیر میشین. دوره های پیری حیات چه میبریم انشاءالله خدا خواهد، اگر ما خودمون احتیاط کنیم. اگر خودمون احتیاط کنیم. پیامبر گفتن که اختنیم شبابی که قبل حرمک، جوانی تا غنیمت پیش از پیشیدن. اگر جوانی غنیمت ندونستی، کارای وزمی نکردی، پلرمای خیتای کارای خدا کار رسیه وزمیناش 60-70 گرادوس خونکاش، آخر همه جا تخدیم میزنه، همه جا در کار میبره و دوری پیری نچکا میکنی، عذاب میکشی. من چندین
مونو پیرک شالی جوانه که 35 چیلنده اوجه خستان پسه سوده اوله جوانیش خار کرد برای یک تا نکچه یک تا موچین کچه میخرم از آخه یک تا خونم قصر میکنم یا بچه هم از زر میتیم دخترم از شوهر میتیم تا حیات سوخته رفته سوده چندی جوان ها باور نکنه نوگیران نیموز من چندیم منو بخیر بی برده پوچک شکسته اومد بخیر بی احتیگر پوچک شکسته اومد چندینش وفات کرده اومد کی میکشد از آبا؟ خودت میکشی نه عتد میکشد نه پرد نه زن نه بچه دوری میان یه پسر ستروی تزی که هرشید میرا برش خودت از آبا میکشی خودت انشاءالله خدا خود برای همین غنیمت دونه جوانی را خدا خود انشاءالله که من جوانی بسیادم به عرق خزون کرده سوده به زنا خزون کرده سوده به گناه خزون داره از جوانیشه به نمازی به اطاعت به عبادتی این همش جزا داره برای همین دنیا داره جزاش خدا میتید ولی آخرت همون چندین امروز باید نکن جوان آمدیم سپید مسلمان باید سپید نشود مسلمان کسری سوزاد نشود چون که برای مسلمان زنا حرام است نکاح صحیح کردی اگر خدا خواهد انشاءالله 80 سال میره تا 80,000 بار خورا یگان ضرر و زخمت نمیبینی از زنت وقتی که زنا میکنی انشاءالله خدا خواهد زنک باز میشوی عاقبت چی میشوی؟ جزا میکشی این خیلی بیماران از سر میگذارنی نه که مردن راضی هستی از خدا بترس تنجین جوانا در حبسخانه های شهر روز خوابن کی عیب دار؟ سوال تی خودتون ده کی عیب دار؟ خدا، پیغمبر، پدرت، مادرت یگان کسی را زسته داره؟ نه خودت عیب داری خودت این چیزها را انتخاب کردی خودت نمو رای گناه ها را کردی خدا همین دنیا آمدن انشاءالله جزات میتیه خدا خواهد انشاءالله نه یاد نبراری خدا خواهد باید که جوانی را خدا خواهد با طاعت با عبادت عمر میگذرد رزق ازلی است همدگی هر فردی که دنیا می آید رزقش ازلی است انشاءالله خدا خواهد تو برای رزق تعذاب نتی انشاءالله خدا خواهد چون جوانای ما امروز عذاب میکشند باعثش به علمی است و خود جوان 17-18 که دورمد و زنتی حرکت داری واجه من یک دانشکده درارمش عالم شود یک کاری شود یا یک پروفسور شود زندگی رو خوب کنه نه همین بچه و دختر 17-18 کشی تشوتیمش اینش زنتیم بلا زدش تمام بگرده بعد احمق شده زن پویسته تویسته اول خانونش انشاءالله خدا صاحب علم شود صاحب کسب و هنر شود این زنک نمیگیره امروز 30 ساله 40 ساله من میدونم 18 ساله دختر دوده سودش پویسته نتونی تو چی نزن میگیری همین شریعت نمگر میگد نفقش داده نتونی مر شادت تو واجب نیست نگیری امروز خدا خواهد با قوت پدر رو هدایت داری دوست بعد پدرت هم بانکروت تو هم بانکروت بعد هر سر میبره میره این زنگا در اینجا باید خیر که نک اینجا رازباشی در کرد من الان 2025 توشید ولی توش یک مانش در 20 توشید برفت خسته همه خیلی ظالم و پدر ها هستیم همه خیلی ظالم مادر ها هستیم و دختر چینده شو کرد چینده کرد 10 روز زن شید برفت این اکیم باید 5 سال بعد مین چی معنی داره این؟ همین حیات همین بعد میگه که دخترم تلفن کرده دخترم دویجه نکره و میکند یا خیاه شهره رای فساد پیشه گیرتن ما شما مسلمان ها عیب داریم باید خونه همون آبرو را باید خونه همون انشاءالله خدا خود درجه را گفتی محمد ایرانی که خلق را تخلیدشان برباد دار 200 لعنت بر همون تخلید باد من تخلیدم این میگذارم این زاید میکنم این میکنم خدا خواهد 3 روز هم میکنه 4 روز برفته بر رسید پول نیست بانکروت چیز نیست پویسته نمیتونه خورونده نمیتونه پوشونده نمیتونه
این معنی میگه تقلید، میگه محمد ایرانی میگه در کسب و کار که با میگه اروپا. امروز ما کسب اروپا فقط خوشروگیش، سینتетикаш، прическаш، لیچکیش نه تقلید داریم، نه که دونش نه تقلید نمیکنیم. بینید همین خلق اروپا از چی دنیا نمشهور شد؟ از علم شد برادران. علم حاصل کردن و یا خوندن، زوادار را ساختن، فابریکا را ساختن. امروز خدا خواهد زندگیشو گله. ما چی ساخته هستیم؟ ما توی ساخته هستیم. سرز خدا خواهد ایشو رکل که زنش داده نکن، اینجا شو داده نکن، خوندن نکن، تمام نمیمونه این بدو چتش. گیش نمیمونه، با تش نمیمونه، بلا میزنش می. نه امروز این خیلی معنی نیست برادران. باید که با علم، از روی علم تقلید کنین با اروپا، از روی دانش تقلید کنین. همین میگه اروپا میگه پیشرفتش از چیزه، انشاءالله خدا خواهد از علمه. نمیگه ای رقص و بازی میگه، نه میگه محمد لاهور ایرانی، نه میگه انشاءالله خدا خواهد دیسکتیکا، نه کنیلیچ کنی، نه سریلیچ کنی. خیلی نیست برادران. علم دار کنین، با تقوا کنین، زنها را با شرم و حیا کنین، با دیانت کن، با ایجابش کن، با رومالش که خدا خواهد انشاءالله، با رومالش دنیا را لرزونه. کامپیوتر خونونش خدا خواهد من بین ایرانه. ایران زنهاش ایروی حجاب امریکا لرزوند. هر چیزا ساخته سادیان. دختراش ولی بچه‌ش همون تو دختراش درات فقط شما متفیلم تماشا میکنه، باید بسپراویلا فوتبال تماشا میکنه تو در اینترنت دومده. او چیزای فایدهاش میمونه، با بعد دخترها لیشک تماشا میکنه. وقتی نیست که تیابار کنی بینی چی؟ ای گذاشت است ترقیات ایران که دنیا را لرزوند. ترقیاتی که دنیا ای گذاشت است این همش نبگوید. این ای به علمی نیست، ای توپایی نیست برادر. همش از روی دانش است. بله انشاءالله خدا خواهد. من امروز نسبتی کلام سالم و حرمت نیست. اتا تا داجه حرمت نداری، اپا تا حرمت نداری، ولی جهان کلوتای برو مگه. این اتا اپا چیز نیست، هم دنیا نخورده چی دکن. کپک دکار نیست. این خدا چی گفت است؟ این پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفت است؟ من طال عمره میگه امام ترمذی روایت میکنه حدیثه. من طال عمره و حسن عمله. عبدالله ابن بوسر رضی الله عنه خدا را داشته باشد، حدیث شریف روایت میکنه. یک اعرابی اومد میگه پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت میگه یا رسول الله آدما این بهترین خوبش کیه؟ پرسید این بهترین انسان کیه؟ گفت در دنیا. پیغمبر بودن که من طال عمره، کسی که عمرش دراز باشه، 70 و 80 و 100 باشه، و حسن عمله و عمل خوب داشته باشه، یعنی عرخر نباشه، زیناگر نباشه، دزد نباشه، قمارباز نباشه، به ناموس، به شرم و حیا نباشه، عملای خوب کنه خدا خواهد انشاءالله، نمازاش در وقتش اجرا کنه، روزش گیره در وقتش خدا خواهد و به مردم فایده دهنده باشد، مسافردای محلش حرمت کنه، عزت کنه. از بیچاره مسافردا ما میبینیم بعدش کوچه رفته ساده، بازار رفته ساده، ناانصاف استاده اینجا باجان بشی، بیا همین خدا من ماشین دادم، همه منطقه برام گفته نمیتونی با سر خی کاره بگذاری و تا فقط مسافر نشه. حالی فقط خدا خواهد انشاءالله ترام انشاءالله خدا خواهد همین معامله بسرت می آید. من حدیث میگم، حدیث پیغمبر نه، کسی که میگه در جوانی اگر نسبت مسافر نسبت جوانان را هم داشته باشی، در پیری ترام همچنان آدمان خدا مبتلات میکنه. میگه همچنان آدم میاد که نمونده سوارت میکنه. میگه بابا جان سوار میشه، یک دعای کفی دعای خودت من در کار نیفته میشه. میگه ببین رحمت میکنن. میگه همش وابسته از خود است عزیزی من.
وابسته از زندگی حیات خود است. چی میشه خودت بشه. چی معنی داره؟ من در دعوای پیش میگفت که اگر کلانسال باشه تو پیش نگذر. من کلانسال اول پیش برن یا خونه نمیفتن اول کلانسال اول سر میکنن بسم الله الرحمن الرحیم بعد یاشو سر میکنیم و ها کذا یا خونه اول کلانسال ای بالا گذارنیم و ها کذا و ها کذا. از چی میگفتن؟ همین عزیت حرمت و عزت میگفتنش. فضال ابن عبید روایت میکنن حدیثه راجش دیگه باشه الله سبحانه و تعالی. پیغمبر صلی الله علیه و گفتن من شاب شیبتا فی سبیل الله کان له نورا یوم القیامه. کسی که گفت موی سرش گفت سفید کنه در راه الله سبحانه و تعالی، سفیدی موی سرش در راه الله سبحانه و تعالی شود، یعنی با طاعت عبادت، جوانی خوب، جوانی مفید. حتی پیغمبر گفتن که خصلتان لا شیء افضل منهما، دو خصلت است که از وین خوبتر افضلتر نیست. ان نؤمن بالله و نفع للمسلمین، ایمان آوردن به خدا و به تمام مردم فایده رسوندن. ببینید و خصلتانش لا شیء اخبث منهما، دو خصلت ایوان بدتر پلیدتر خصلت نیست. گفت پیغمبر یکمش الشرک بالله، به خدا شرک آوردن و ضرر للمسلمین و مسلمانان را ضرر رسوندن. باید تو جوانی که شیخ داخلیش مقصد سالم در راه خدا چی از دست تو هیچ کس آزار نیاورد. یکم آیلت راحت کنه خدا خواهد انشاءالله. از زنت کشیده، از فرزندات، عروسات، همه زیر دستای تو از دست تو راحت کنن برادر. پدر و مادر راحت کنن. اینه انسانی کامل میگن، اینه انسانی صالح میگنش. خونت را که بچت بیزار، زنت بیزار ایتن، عروست بیزار، دو که بسه کوئی کن نه گور دروش مرا عروسی هم گفته کردی. چونکه وقتی که تو میدروی اپر فلان میگوی من موی سفیدا را دیدگی است میگو گریبان کپیدگی هم یک گپی ساز نداره. سعید من یک دختر نیست است، فقط گفته است همون خانه مونده اسباب کار میتید. اما اگمم اسبابش در دستش دهنش، شومم اسبابش در دهنش. همین آدم همین، من آدم نیست بگم اینه، این حیوان بگم اینه. حضرتی جلالدین رومی کوچه برمدن یک جوان دیدن میگه که بسیار ای دهنش نجاتر دیخته و شعر گفته دیم من آدمم گفته هستی کله جنبان، چرا داری میزاج خوی حیوان. ای آدم تم همه آدمی کله داده جمده گشته تم همه آدمی چوات اخلاق میزاجت حیوان آریه. گهی چو سگ شوی در جنگ اخوان. بینید گه در جنگ که کردی سگاری میشه میگه، نه گوارنگیشه میمونی، نه بایشه میمونی، نه بلا بدگی حقارت انداخته میپرتوی. باید میگه تو سگاری میشه وقتی که جنگ کردی. گهی چو سگ شوی در جنگ اخوان، برادر که جنگ کردی هم تو سگاری میشه کی. دیل را آزاد، یک کسی دیلش آزاد میتی. گهی میگه چو خصلتی مال شوی، گاه میگه تو مال آری میشه. بی زخمی دندان میگه آدم ها را آزار میتی. این انسان نباید از بار کنه در جامعه. کسی که نسبت آیلش ظالمه، نسبت زنش ظالمه، نسبت فرزند و عروس ظالمه، تو خودت انسان حساب کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای کوچه می اومد 11 زن انتظار بود پیش کدوم میدون داشته. اینه عرضه میکردیم برای چی؟ خصلتی خوب داشت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نسبت زنش خصلتی خوب داشت، نسبت فرزندکاش. حالا تو من و تو فرزندی خودمون نداریم. پیغمبر چندین صحابه ها را زناش را در نکاح گرفتن، بچه هاش را تربیه کرده.
چندیش یک با 4 فرزند بعضی زن هاشه 4 فرزند داشت همه کلون کرد. خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت کرد. از اگر در جمع یک زنی با بچه باشه 80 ساله تا 18 ساله اگر همه میگفته که میگویش این بچه تا گم میکنی بعد من میگیرم والا با قسم یار میکنیم. من چندین دیده سادم. یک زن روایت دارد میگه یک فرزند که میگه یک جوان گرفتم بچه هم که میگه خیلی شوهر میگه جدا شد تقاضای حیات. ببینید من در خونه اون مرد میگه گوی با بچه هستم. این بیناموس من هم خیلی معامله میکنه گوی با بچه این ایجاب دینه. یک مرده زنده میشن. امروز اینترنت دیداش اگر یک جوانی 10 ساله را ظالمانه کشتن داره یک جوانی 10 ساله را مادرش روز دیوانه است. حتی پولش دادن گفت من پول چیکار میکنم من در فرزند در کاره این پول در کار نیست من در چون که داغی فرزند داری چیزی قین نیست برادرها. ظالم ها را انصاف دی الله سبحانه و تعالی. 10 ساله اکنون نوجوانی میشکفتگی بود. اهل جمعیت همین اهل خاندانم تعزیه بیان میکنه ما را. دیروز بلاگری خوبی که خدا خواهد از تاجیکستان بلاگر یعنی کالیش میگفتن خودش نامش کامران به چی تهمت ها وفات کرد. چند قدر آدمان از حتی یاردم کردگی حتی با پوتین صحبت کردگی جوان بود. من بسیار ویاش نواراش گوش میکردم. امروز این مردها را به قتل رسانده شدند. این آیلا بسیار دهشت عذاب میکشند. حتی داغی فرزند میگه الماسه مردنی میگه پیران میگه پدر مادر میراسه مردنی فرزند الماسه جیگر تا چاق میکنه جیگر تا پاره میکنه باور کنه. منم سوخ زمین داشتگی هست بای میتین بای گفتگی ملیسا بود اما آدم خدا رحمش که باشه مردم. یک روز قطیش هم صحبت شدم میگود بچه مهد یک بود مثل سگ او میکرگی شد. بای داملا خیلا بگه تو پدرشو صاحبی کرامت بدگین داملامون کرامت نشان میدادگین حق است. در منصب امام اعظم کرامت الحق فی دار دنیا در دار دنیا بعضی کسانی که انشاءالله خدا خواهد خدمت میکنن برای الله خالصانه خداوند حق سبحانه و تعالی کرامت چه میتید برادرها. همون مصطفی در سخنش میگه همسرم گفت که هم پیشی آخر جورت داملا برش یک وظیفهش کنه آخر تزک شود. وقتی که من اومدم میگن حضرت میگه یک خانه چه مید یک داشتن میگه چی گوش شد میتی جان چون که اینا بسیار تهمت ها که قوشدگی حتی دروش اینا اکثر داملا اتکس کرگی ایمونلوگیش نه که اینا اتکس کرگی نه اینا گوشوی میمونشن من مولا هستم من بنده خدا هستم امت محمدی مصطفی گفته جواب میدادگی سبحان الله. چند بارا قواشیدگی چند بارا گفتن همون برادر من ملیسا بودم خدمت شو میکردم. بعد میگه هر روز هم بچه ما آوردم گفت که دهنش بکشا هیچ گپی نیست گفت یک دهنش نمیگد آبی دهنش پرتاف میگد با ساس شد. بعد میگه پله چه خوردیم 2 تا تراشمون میگه بینیم 2 تراشه میگه بالامون علاوه 10 گیرون میگه 1 تراشه که میگه آب دسته جوشید یا چه گفت تو کشته گفت میگه این با مهمان میاد برادر آب دسته جوشید گفت میگه تراشه چه خاموش کرد مون میگه چه خودم. بعد گفت که میگه همین میتین جان بچه تر داغ میکنه گفت میگه من گپش ما نمیفهم میگه چون که اکثر برادرای سوخ زمین شیوه ما را نفس نمیفهمند. وقتی که ما صاف اگر انشاءالله با شیوه ما گپ زنیم نمیفهمند. بعدی که میگه بچه هم 18 در دورمد میگه وفات کرد 18 ساله چنان میگه دیوانه شدم که میگه از طاقت نکردن میگه که لحظه از رو بری مونده 4 ماه میگه در که زندگی کردم از فراقی فرزندم. برای میگو مرگی فرزند الماسه جگر تا پاره میکنه میبره.
حتی فرشته گریه میکنن. اگر یک ضعیفه یک تا فرزند باشه وفات کنه، فرشته ها گریه میکنن که خدا میپرسه که عزرائیل میوه دلش گرفتی؟ گرفتم. بندم چی گفت؟ هم گفت، با خود نشکرانه کرد، الحمدلله رب العالمین گفت، این لیله راجعون گفت، داد نکرد. خدا میفته که در جنت برای این صابر یعنی قصر به نام هم بنا کنه. خدا خود برای کودکاش وفات میکنن. اینا چی هستن؟ اینا گنجشکای جنت هستن. خدا خود همین مادرم خدا هم انشاءالله که قابل جان نامشو به دست، خدا خود انشاءالله به این مادر صبری جمیل عطا می‌نماییم. و الله سبحانه و تعالی اهل خانداننده و این اهل محله که هر روز گریار هستن تمام انشاءالله امروز خدا خود کانالای سایت‌های اجتماعی بانگ همین سر میزنن و در دعا هستن. ما هم در دعا باشیم مادرشون صبری جمیل کنن همین کودکا را. یکی خدا خود حاجی کامرانم الله سبحانه و تعالی که چی بعضی روایت‌ها ظالمانه خدا خود در حبس میگیرن با چه تهمت‌ها خدا خود انشاءالله وفات میکنن. 3 روز پیش در خدا خود انشاءالله تاجیکستان به قبر سپردن بسیار جوانایی که خدا پلاشون نمیدادن، بچهای تاجیک رفته پلاشون گرفته داده. انشاءالله خدا خود راضی میکنه یک جوان خوب بود الحمدلله. هرچنان جوانایی خدا خود انشاءالله امروز برای خدا خود انشاءالله پیشرفتی دین و دنیا وفادارن، الله سبحانه جاهاش جنت، آخرتشون انشاءالله آباد بگرداند. آمین و رب العالمین. انشاءالله خدا خواهد وقتم نزدیک است عزیزانی من. انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم. البته قدر پدر، قدر مادر، قدر فرزندکار خدا خواهد انشاءالله فرزندار آزار نتین نزنیم. یک حکایه با میگم تو، یک آدم ماشین نو میخرد، در اینترنت خدا خواهد گوش کردم، ماشین نو میخرد و آورده میموند. وقتی که بریم که دخترچش در ماشینش خط نیست است، بلغت میزند در دست دخترش. لغت کردی که ماشینی نه منو چکا کردی تو رسوا کردی. وقتی که چند روز میگذرد دست دختر در میکند. بعد شفاخانه میبرنش میگن دست دخترتون میبریم دیگه علاج نیست. راضی میشود پدر مادر. وقتی مجرد اپراسیون سر میشود همون نوشته ایجاد اهمیت نمیتید. یک زمانی بخیر میاد و میاد هم خیلی هنر که میگن نیستگی است که پدر جان من تو را دوست میدارم. ماشین لغا شب میکند، دخت میکند، پشیمون میشود، چی فایده؟ یا میزنی یک جاکش میشکند، یا که یک چشمش نابینا میشود، یک پاچکش میشود، کی عذابا میکشد؟ تو خودت میکشی. هر باری که میبینی یک بار میمری زنده میشی. من شما کودک بودیم، من شما پدر مادرمون نوازش میکرد، بوسه میکرد، دعای خوب میکرد. خدا خواهد انشاءالله کاری کنیم که مزه کنن، راحت کنن انشاءالله. درایم که دریده در گردنامو سوار شوند نبیرامو بچه یکم در گردنامو سوار شوند که بابا جانم اومد. از این خوشبختی در خاندان نیست، از این شیرینی در خاندان نیست. کسی که فرزند ندارد قدر فرزند نمیدوند، ولی منطقه هست نمیدونیم. کسی نکی نیست خدا خواهد انشاءالله از طلا قیمت است. دو آدم بحث میکنن بایگریشونه، میگه بایگری ها میگه ماشین دا بار میکنیم فلان دشت نواخری میکنیم. این 4 فرزندش به دست فرزنداش بار میکند وای پشتی ماشین در دور شده پولی 25 سوما 50 سوما کرده میآید. میگه که بایگری ها من نشان میتیم کنی. میگه تو بایگری تاول نشان تی پشتی کپوت کناکش زیر میکند. میگه من پول ما. میگه عبدالله، حکمت الله، عنایت الله برای از ماشین. وقتی که اونجا فرزندای نمیبیند خوش اثر میپرد. میگه برادر این بایگری است، این پول مول میآید میرود، از دست ما تو گم میشود، لیکن نام ما شما میمونده انشاءالله. نسل دوام دهندش
همون چی است؟ فرزندکا است. یک جوان بیرحم میشود عزیزان من، در کودکیش در چشمش یک چیز میدراید کور میشود. وقتی که بالیسا میبرش میگد یک چشم موندن در کار، هیچ کس چشم نمیتید، مادر چشمش میتید. جوان بینا میشود، از چشم کوری مادرش ناموس میکند جوان. گاها میاد میگن مادر جان نگرد از این چشم تو من ناموس میکنم. میبینم همه مادرها چشم دارن، تو چشم نداری آخی. میگه کاری خدا هست آخی بچه هم که نمیدوند که چشم مادر در چشم چی هست؟ همون بچه هست. آخی کلان میشود مادرش پرتافته میرود، در شهر خانه میگیرد، زن میگیرد. یه روز مادر ضعیف میشود، به سراغ فرزند میرود، مکتوب نمی نیستد. همون واقعی که در خردسالیش دگی بود میرود. وقتی که در شهر کنوب که کوارتیر از زیر میکند، با یک زن میبرد به 2 فرزندش، با مذاق میکنن این کور از کجا اومد، نمیدونن که خشتامن شه. او بدبختی زنه، بچه هاش میخندن این کمپیری کور اومده است و ها کذا. میگه بچه هم در کجاست؟ میگه در کار است. میگه بیاید هم مکتوبه بتش. بعدی که خدا خط میرود، شب میآید، میگه یک کمپیری کور اومد، خندیدیم و مذاقش کردیم. چی گفت؟ میگه هم یک مکتوبه که نوشته برفت. خب بیا میگه بخونمش. هم تا خدا زده که حتی که دلش مایل نیست نسبت مادر. میگه هم خیلی میخونه که همون واقع کودکش. میگه بچم این کوری من چشمیته، چشم من دو در خوردید، همین خیلی شد واقعا. من اکن از دنیا میگذرم، من آرزو کردم که تابوتی من تو برداری، لیکن تو نصیب نمیکنه. یعنی خیلی بد اخلاقی خدا زده وجود داره در دنیا. عزیزی من انشاءالله خدا قدری پدر قدری مادر انشاءالله برس، فرزنده را دوست دار انشاءالله خدا خواهد. چون که ما حیات خوشبختیش همین فرزنده، یا نمی زن و شوشه فرزند نباشد حیات شیرین نیست. باور که نیست، هر روز جنگه، ترایب داری من سرد میتیم، زنی بچه دار میگیرم، بچه کن میگیرم، فقط زنم میگد میخش بچه ها دختر ها هست انشاءالله خدا خواهد. خدا از اینا همه ما شما را کم نکنن. فرزند جوانایی که نمازخوانی که بے فرزنده هستن، شاید الله ایمان نبتید. ای بیزارایی که خدا خواهد نسبتی بچه دخترش خدا داده نفرت دارد، خداوند همه جوانایی که دخترایی که پیش من میان هر روز با آبی دیدم که ناملا جان دعا کنید مان خدا یک قهوه که چشم تید، یک میوه دل تید، خدا اینا مناسب شو بگردانی. از این بد اخلاقی که خدا خواهد نصیب شو هم نگردونی. کسی که دل آزاری فرزندش زن و باشه است، خدای خیلی را از بین پردار پروردگارا. چون که بسیار در سعیدای ما به گریان میدرایم و یعنی عذاباش نریان میکنم، باید که من دلم ریش میشود. میخوانم مکتوب خود نداشته نمیتونم برم زنمش که اجازه ندارم، چون که امروز حکومت قرار دارد یک زنی آزارتی با دوت 15 سوتکه و 20 سوتکه میزنند. فقط زبانی به ما خدا گفته میتونیم خلاص. و همین از آن من همه را انصاف و توفیق و هدایت انشاءالله خدا خیر نصیب گرداند. عزیزان من الحمدلله بیادت شکر من و همشو کلکتیو خدا خواهد مسجد از همه خلق عزیز منتدار هستیم. انشاءالله امروز مسجد با آخر رسیده ساده است. انشاءالله خدا خواهد دیروز من سفر کردم و انشاءالله خدا خواهد شهری فرغانه و با قاضی ولایت عبیدالله دامالله هم صحبت شدم و تکلیف نامه هایی که انشاءالله ما تیار کردیم با واسطه خدا خواهد شاگرد برادر انشاءالله بلاگل در دستی به یاد دادم. انشاءالله خدا خواهد روزی پنجشنبه جشن کشادن انشاءالله مسجد قرار میگیرد. خدا خواهد همه شما عزیزان، همه مهمانان را خدا خواهد تکلیف میکنیم. اولا از خلق عزیز از زمین تا آسمان منتدار هستیم که یک تن شدیم، یک جان شدیم، خانه خدا آباد شد. من حاضر برفم بارزد خنک است انشاءالله برین 10-15 بچه برای آبادی مسجد محبت که دارم انشاءالله. گاه عصبی شما را خفه کرداشیم عذر خدا خواهد انشاءالله. چون که مقصد ما چی بود؟ آباد شدن خدا بود انشاءالله. خدا آباد شدنی جنت، آباد شدنی خدا خواهد، راضی شدنی الله سبحانه و تعالی بود. لحظه های آخرینش اومد خدا خواهد انشاءالله.
3-4 روز دیگرمون التماس میکنیم خداوند انشاءالله 100 تا امروز انشاءالله مسجد به تیزی تا روز چهارشنبه زیب و زینت داده تمام کردن در کار خداوند انشاءالله. پنجشنبه مهمان تشریف میارن انشاءالله. خداوند انشاءالله چیزا تشکیلش کوروش خداوند با دسترخوانچی و با واسطه خداوند شما عزیزان انشاءالله میکنین. من از یک برادر خداوند یک گوسفندی کلان میکنیم گفت یک برادر دینا اومد از دهه قزلقیاه 1000 تا نون داملا زیادتر هم باشد من خدمت تیار هستم ریسته که خرج میکنن الحمدلله همه خداوند انشاءالله تیاری بینک شدنی مسجد انشاءالله خداوند بعض مهمان ها تشریف میارن انشاءالله خداوند برامین با یک خوبی با یک موفقیت خداوند مسجد میکشیم. ولی الله از همه ما شما اله راضی. من این روز ادامه دارد با دوام خداوند پول دادن برای مسجد خداوند انشاءالله. بعضی بردیم آخرون وحش است میخونیم خداوند چون که 2 ماه 3 ماه دری سخاوت محکم میکنیم چون که بعدی خداوند ماه رمضان با مسجد خداوند مینارش است با وی است. البته پیش از رفتن شما مراجعت میکنه یک بار دیگر خداوند یاردم میکنین انشاءالله خداوند خانه چاوش است با یک مناره برای آزمگین هم سنت است برپا کردم در کار خداوند چون که طرف خنک شید هم سال آخر شده است حکومت منم تیستر کشوین سال 25 نه خداوند 26 با چی میشود این الله میدونه افتاسی هم برای همین دینه خودیم های دیندارات صحبت کردم خواهی که باسیم علاج یوک آچین تیز را خداوند وقت غنیمت دم غنیمت امروز که سر کی نیست مطمئن انشاءالله تیاری به همین خداوند چون کمتر کم بودی بود 25 نه خداوند مونده 25 سلا همه شما را به این خانه خدا نماز پیشین جماعت می شود. بعد نماز پیشین خداوند در اینجا زیافت میشه زیارت گاهنده اومده همه زیارت خورده مسجد کشادش داده اعلام میکنن خداوند حضرت تشریف میانن الحمدلله به عدد شکری به خدا الله سبحانه و تعالی روز ما مناسب بگردوند رسوند این بخت همه دنیا منتظره همه دنیا خداوند نواری آخرین مسجد انتظاره که کشادش نشه ما یک بار بشینیم حتی مهمان ها می اومدگی پلنا دارن خداوند انشاءالله رواش حل میکنیم خداوند با واسطه جمعیت انشاءالله خداوند بهترین. به همه شما تشکری زیاد به همه شما و کسانی که صدای ما را میبینن کسانی که در مسافر اومدن نمیتونن البته قصر در جنت انتظار است. امام بخاری حدیثی است من بنا الله فی دنیا مسجدا بنا الله فی الجنت قصر. این حدیث 2.5 سال است جلو میزنن در سیدای ما 2.5 سال است چون که کنه نمیشه این حدیث 2.5 سال است در همه سیدای ما انشاءالله واسطه بلاگ علم خداوند همین حدیث جنگاس میزنند که کسی مسجد بنا میکنند انشاءالله الله خداوند جنت بناش میکند. برای خداوند همه تیاری اولا مبارک باشد خداوند روزی خستندی با روز یهان مقصد بود خداوند انشاءالله. من 10 سال پیش آرزو میکردم 10 سال پیش چند بار پاپیتکه کردیم خداوند مسجد برای آبادی لیکن نیت ها که خالص بود سبحان الله الله اکبر میگم الله رسول خداوند انشاءالله مرا من راضی هستم میکنم دعا میکنم که روزی همون سرچشمش اگر در دمی مسجد اگر خداوند البته میمونم روزه میشود اگر سجده جان مگیری من سجده خون راضی هستم چون که در دنیا خانه بنا کردیم برای خودت برای راضی خودت بنا کردیم انشاءالله من سجده خون راضی انشاءالله اگر جان ما بگیری انشاءالله خدا من راضی میشم اون سرچشمش نه جان مگیر راضی میشم چون که این آرزوها در رسیدیم سبحان الله عزیزانی من اینا خدا یاردم کرد اینا قوم عزیز یاردم کرد انشاءالله خدا تمام مسافرای اهل تاجیکستان زمین تشکری زیاد اهل تاجیکا باور میکنین سوم شوند یگان چیز دریغ نداشتن تا امروز بعد از زده ساده تا دقیقه گفتن کلیدش میکشوی پول میپافتگی دخترها هستن از خداوند تاجیکستان سبحان الله الحمدلله پروردگار همون رازشتگی باشد. بعضی برد خیراش نمیخونیم آخرون است بعد از این خداوند 4 ماه فقط صحبتی خداوند الله رسمی اگر عمر باقی باشد و در اون مسجدی نو خدمت کردن انشاءالله نباشد خداوند گاه یاد میکنیم بدن انشاءالله دعاتونه یاد میکنه خداوند انشاءالله چون که ما مطمئن دعاش میشیم
از دنیا گذشتیم، یک هفت دار، نه دولت در کار، نه پول در کار، نه ماشین، نه خانه، هیچی در کار نیست. یگانه دعا خداوند در کار است. خلاص عزیزان من.